بسم الله الرحمن الرحیم. یک سوالی هست، شاید این وقتی ما تا حد امکان گپ میزنیم. یک برادر از ما التماس کردن که این سوال چند جمعه پیش بود که در باب غیبت کمی صحبت کنم و امروز اما در یک معرکه سحر بودیم. همون خاندارم باور کنید تکلیف کردن از پیش خود که شما در صحبت هاتون در باب غیبت سخن کنید که هر معرکه که می نشینیم فقط غیبت است، فقط غیبت است. غیبت خودش چی معنا دارد؟ یک انسان در غایبیش سخن گفتن، چنان سخنهای میگوید که وقتی که اون سخن پیش وای میارند وای ناراحت میشود از این سخنها. اینا میگویند غیبت. خداوند در قرآن میگوید ولا یغتب بعضکم بعضا ان یحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خداوند میگوید ای بندگان من یکدیگر را غیبت نکنید. آیا دوست می‌دارید این که گوشت یک برادری مرده شده را پیش تو نهایند، پیش تو گذارند و تو امر کنند که این گوشت را بخور؟ فکرهتموه. آیا برای تو این خوردن دشوار است؟ برای تو نفرت آور است که گوشت یک برادری مؤمنت را بخوری؟ از غیبت باید ما و شما دور باشیم. حضرت سعدی میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. غیبت کردن این حرام است، این درست نیست. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، با عیبی کس کجا پردازی آخر. حضرت میگوید که کنی یک عیبه های خود حساب کن، یک تاریخ خود نگاه کن، چند قدر عیب داری، چند قدر نقص داری. عیب یک برادر مؤمن تا کجا تو میکاوی؟ کل المسلم علی المسلم حرام ماله و دمه و عرضه. پیغمبر خدا میگوید هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی حرام است؟ خون او، مال او، آبروی او. حرام است که یک برادر شما در غایبی آبروی را پس کنید. چگونه که امروزها میشنویم فلانی این گونه گفت، فلانی اون گونه گفت. مالک ابن دینار حکایت میکنند که میگوید بسیار عادت مبارکش این بود که در قبرستان می نشست، فقط در قبرستان می نشست. گفتن ای مالک ابن دینار تو کجا می نشینی؟ نخواد جای شیشتن نیافته باشی که نشستگاه خود قبرستان در قرار دادی. حضرت مالک ابن دینار چی گفتن؟ گفتن ای مردم، گفتن من در بین قوم نشستگی هستم که اگر در بین اونها ماها که نشینم کسی اونها مرا آزار نمیدهند. من در یک مکان نشستگی هستم که اونها مرا آزار نمیدهند اگر یک ماه همراه اونها نشینم، و اگر وقتی که از پیش اونها خارج میشوم و خانه میآیم کسی اونها مرا از پسم غیبت نمیکنند. و حضرت گفتن نشستن با مرده ها بهتر است از آن که با نشستن زنده ها. که امروز اگر در بین مردم نشینی آزارت میدهند، اگر از معرکه بیرون شوی از پس غیبت سر میکنند. حضرت مالک ابن دینار گفتن هزارها بار بهتر است از شما باری زنده های غیبت گرده همون مرده هایی که خاموش هستند. امروز زنک ها الکی قفا ماندن. غیبت این اولا از زنها بود، امروز مردها این غیبت گرفتند که در هر معرکه که می نشینیم کدام معرکه نباشد حتمی غیبت در اونجا وجود دارد، بی غیبت نمی شود. رسول اکرم می گوید من یزمن لی بین لحییه و ما بین رجلیه ازمن له الجنه. کسی اگر ضامن گرداند خودش را به سوی من این که زبانش را داشته می تواند و بین پایش را از حرام نگه می دارد ازمن له الجنه،
من هم خودم را ضامن میگردانم که وی را وارد جنت بگردانم. کدام شما اگر قوت داشته باشین و خودتان را ضامن گردانین در نزد پیغمبری خدا که ای پیغمبری خدا، من این زبان فقط در یاد خدا و در تعریف بندگان خدا و در فقط خوشگفتاری صرف میکنم، رسول اکرم برای تو ضامن میشود که تو را وارد جنت کند. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. پیغمبر خدا میگوید کدام شما ایمان داشته باشید، الله که کدام شما را الحال گوین ایمان داری، البته میگوی ایمان دارم، اگر به ایمان گوین شما را، باور کنین چندقدر قهر و غضب شما بلند میشود. لیکن رسول الله با ایماندارها مراجعت دارد. ایماندارها، کسانی که میگوید ما به خدا و پیغمبر ایمان داریم، فلیقل خیرا، فقط هر وقتایی که زبان تا در حرکت میدراری فقط سخن نیک بگو. امر دارد پیغمبر سخن نیک بگو، غیبت نکن. او لیصمت، سخن خوب نمیدانید سکوت کن، سکوت برای خود اختیار کن، خاموش باش.